سلام بچه امروز اومدم 2 روش کار با شابلونا رو بهتون یاد بدم. من از قبل لاکچلم رو زدم و زمینه کارم رو آماده کردم. برای کار با شابلون نیاز داریم به استامپینگ ژل، شابلون و مهر. یه مقدار از استامپینگ ژلم رو برمیدارم، روی طرح مورد نظرم میذارم و داخل طرحم رو کاملا پر میکنم. بعد میام با استفاده از کاردک اضافات استامپینگ ژلم رو برمیدارم. مهرم و حالت غلطکی روی طرحم میذارم. اضافه هاشو با چسب میگیرم و طرحم رو روی ناخنم میذارم. بچه هیچ وقت سطح مهرتون رو با کلینزر یا آستون پاک نکنید. حتما از چسب استفاده کنید. توی روش بعد وقتی که طرحم از روی شابلون برداشتم و اضافه هاشو با چسب گرفتم، طرحم رو زیر نور یووی خشکش میکنم. بعد میام روی ناخن پیاده میکنم. این کار باعث میشه که طرحتون یه حالت برجسته داشته باشه. بعد میاد به سلیقه خودتون روی اون تاپ کات یا تاپ مات میزنید یا حتی میتونید طرحتون رو رنگ‌آمیزی کنید. به همین راحتی میتونید یه طرح خیلی خوشگل داشته باشید بچه‌ها. لایک و کامنت یادتون نره. مرسی از حمایتاتون. دوستتون دارم.